علما اکرام میفرمایند فضیل بن عیاض از تابعی هاست رحمه الله. اینا در ابتدا دزد بودن، دزدی میکرد، راگیری میکرد، ظالم بود، ظلم میکرد، خودشان قصه میکرد. من میگم در منقبت ها اینا آمده که خودشان قصه میکنن. من یک زن دیدم میگن به او عاشق شدم، شب رفتم به خانه، از سر دیوار خدا بالا شدم که خواستم که در خانه خدا بیاندازم. دیدم از خانه صدا میاد. من گوش کردم که صدای چیست؟ ایمی گوش کردم امی یک کسیش قرآن میخونه، امی آیت میخونه الم یعن للذین ان تخشع قلوبهم ذکرا لذکر الله. امی آیه که ما شما خونم امی را خونده است. یه عرب است میگه خوب گوش کردم، میگه یکی باشه، معنایش میگه بدل میشیش، از دل گوش گرفت دیگه. پس خدا از دیوار انداختم دیگه. من بودم این کارت خوب نیست. سعی کن آیت معنایش الله پاک با مؤمنان میگه ای مؤمن ها، ای بنده ها، کی